رسول چی معنا دارد؟ رسول فرستاده، نماینده، شخصیتی که رسالت الله تعالی، سپارش الله تعالی را به مردم میرساند. رسول از پیغمبر چی فرق دارد؟ هر یک پیغمبر رسول نیست، ولی هر یک رسول هم رسول هست هم پیغمبر است. بنابراین رسول ها کم هستند اما پیغمبرها زیاد هستند. در حدیث ابن حبان آمده است که ابو ذر غفاری رضی الله عنه گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شدند از عدد پیغمبرها، گفتند که جمع غفیر، پیغمبرها خیلی جماعت بسیار هستند، 124,000 پیغمبر هستند و اما رسول ها باشند به عدد اصحاب بدر، یعنی شخصیت هایی که به جنگ بدر از مسلمان ها اشتراک کردند به عدد آنها گفتند، یعنی 315 رسول بودند که رسول ها نسبت پیغمبرها کم هستند. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پایان پیغمبرها و خاتمه پیغمبرها هم رسول بودند هم پیغمبر بودند. رسول شخصیتی که برای او شریعت نو می فراید، اما پیغمبرها، نبیها، پیغمبرهایی که رسول نیستند فقط نبی هستند، آنها به شریعت پیغمبری از خود پیشینه عمل میکنند. یعنی خیلی که در یک حدیثی که در اسنادش کمی مقال هست، در اونجا آمده است که علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علمای امتی من گفتند مانند پیغمبرهای بنی اسرائیل. خیلی که پیغمبرهای بنی اسرائیل از تورات، از انجیل به مردم دعوت میرسانیدند، اینچنین علمای اسلام هم از قرآن به مردم سخن الله سبحانه و تعالی را میرسانند. یعنی به این معنا هست. خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول هستند و هم نبی هستند و بلکه بهترین رسولان و پیغمبرها هستند صلوات الله و سلامه علیه.